بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون، نزلا من غفور رحیم. عید سعید فطر را به همه شنوندگان گرامی و حضار عزیز تبریک و تهنیت عرض می کنم. البته سیدنا عمر رضی الله تعالی عنه منقول هست که وقتی مردم برای تبریک گفتن خدمت ایشان رسیدن، فرمودند که تبریک برای کسی است که طاعتش به بارگاه الله تعالی قبول شده است، و فرمودند که نمیداند که او از مقبولین درگاه است و بندگیش مورد قبول پروردگار قرار گرفته یا نه. و لہذا عید در اصل برای کسی است که خدای عز و جل را اطاعت کرده و ماه مبارک رمضان را روزه گرفته و از گناه در این ماه پرهیز کرده است. به همه اونها ما تبریک عرض می کنیم. تبریک این موفقیت و تبریک این نعمت عظیم و بزرگ، و الله بهتر می داند که چه کسی از ما به بارگاه الله تعالی قبول هست، مقبول، و چه کسی نیست. ما به عمل خودمون هیچ اعتماد و اطمینانی نداریم، ولکن هرچه هست به فضل الهی و رحمت پروردگار و دید وسیع رب العالمین. به مهربانی پروردگار امیدواریم که همه ماها را الله تعالی از مقبولین قرار بده و مقبولین قرار بگیریم. از سخنان زیبای جناب مفتی حفظه الله و جناب مهندس یار محمدی نماینده زاهدان استفاده کردید و پیرامون این آیات تا لحظاتی که باقی هست خدمت شما مطالب مختصری عرض خواهد شد، به امید این که الله تعالی به بارگاه خودش مقبول بدارد. عزیزان من، آنچه که الله تعالی به آن توصیه داره و تاکید داره در قرآن عظیم الشان و هم در سنت حضرت رسول صلی الله علیه وسلم و سیره انبیا تاکید آمده است، در همه ادیان سماوی این قدر مشترک هست و همه تاکید دارن بر اینکه استقامت باید در دین حاصل بشه. یعنی تا لحظه موت
ما باید در راه پروردگار باشیم. معنی استقامت آن است که عبادت در یک ماه نباشه، در مراسم حج تنها نباشد، در ماه رمضان تنها نباشه، در جوانی تنها نباشه و در یک سن خاص تنها نباشه، موسم خاص نباشد، بلکه الله را باید تا دم موت بندگی کرد و در راه الله ایستادگی کرد، از الله فرمان برد، از الله اطاعت باید کرد، فرائض و واجبات دین باید ما عمل بکنیم، فرمان ببریم، دستور الله تعالی را اجرا کنیم و سنت حبیب را تا دم موت بر روش آن حضرت زندگی کنیم، بر سیره پاک آن حضرت زندگی بکنیم. ما این که میگیم سیره پاک آن حضرت یعنی کل زندگی آن حضرت، تمام زندگی آن حضرت، از حج آن حضرت گرفته تا نمازش گرفته تا روزه گرفته تا زکات و خیرات و صدقات و انفاق در راه خدا گرفته تا زندگیش در مسجد و زندگیش در خانه گرفته و کل زندگی 24 ساعت آن حضرت که آن حضرت برای ما الگوان نمونان، ما اتباع آن حضرت صلی الله علیه وسلم را بکنیم و تابعداری آن حضرت، عمل به سنت آن حضرت، عمل به سیره مبارکه آن حضرت را برای خود افتخار بدانیم، برای خود مایه مباهات بدانیم. شرف هست، کرامت، فضیلت هست که این توفیق نصیب ما بشه که ما پیرو رحمت للعالمین باشیم. ایشان امام من، مقتدای من، مرشد اعظم من، حبیب خداند، خلیل خداند، محبوب خداند و اتباع از ایشان مایه محبت پروردگار است و در قرآن عظیم الشان این مطلب تصریح شده و به صراحت آمد از قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله. شما بفرمایید اگر شما خدا را دوست دارید، محمد رسول الله را اتباع بکنید، خدا شما را دوست خواهد داشت. یعنی آنانی که محمد رسول الله را اتباع می کنند دوستان پروردگار همینند، اولیاء الله همونایی هستند که آن حضرت را اتباع می کنند و تابعداری می کنند و بر تابعداری آن حضرت حریصند، بر تابعداری آن حضرت جذبه دارند و شوق دارند و علاقه دارند، با علاقه احکام دین اسلام را بر طریق آن حضرت صلی الله علیه وسلم و روش آن حضرت عمل کردن اتباع سنت و هم اتباع شریعت است. عزیزان من، تاکید شده است به ما که ما استقامت داشته باشیم. اینطور نباشد که در ماه رمضان مساجد ماشاءالله جا داشته نباشند از ما و روزه را هم کامل بگیریم ولی بعد از رمضان با مساجد خدا حافظی کنیم تا یک سال دیگه ماه رمضان و توفیق حضور در مساجد داشته نباشیم، توفیق ادای نمازهای فرضی را به خوبی داشته نباشیم. ماه رمضان 5 وقت نماز را پایبند بودیم و نماز تراویح هم خواندیم و بسیار تهجد هم خواندن، اما بعد از رمضان گرفتار کاهل نمازی نباشیم، در نماز سستی نکنیم، نباشه که ما توی دفترمون بشینیم، توی مغازهمون، توی منزلمون نشسته ایم، از وقت نماز به اطلاع و توجه نداریم و یک مرتبه نگاه میکنه تا نماز رفته و این نه یک بار تکرار میشه، یک بار میشه چنان صورت انجام بگیره، اما بار بار انجام بگیره. این نشان آنه که ما توجه به نماز نداریم، این نشان آنه که ما توجه به نماز جماعت نداریم، پایبند نیستیم. الله میخواهد که ما پایبند باشیم، ما با تمام وجود مقررات و قوانین پروردگار و دستورات حضرت رسول صلی الله علیه وسلم و سیره و سنت آن حضرت صلی الله علیه وسلم را باید عمل بکنیم. بزرگان ما در گذشته اگر نماز جماعت از اون فوت میشد
انقدر عزادار می شدند و غمگین می شدند که یک فرزند فوت بکنه، یک عزیزی از دست برود، چقدر عزادار و غمگین می شدند برای فوت شدن نماز یا فوت شدن حتی نماز جماعت از مسجد. چنان عزادار می شدند، چنان غمگین می شدند. آن حضرت تاکید کردند عملا هم نماز را همیشه در مسجد ادا کردن، حتی در ایام مریضی دستهای مبارک را به شانه 2 صحابه گذاشتن، پاهای مبارک خط می کشید که نمیتوانست قدم بزنه، ولی نماز را با جماعت ترک نکرد. و برای خیلی احادیث خیلی تاکید دارن و بیشترین بسیاری از ائمه فتوایشان بر وجوبه و بعضی بر سنتهای مؤکده و از همه سنتها مؤکدترین قرار دادن حضور در جماعت است، حضور در مساجد. مساجد یعنی خانه خدا. خانه خدا بهتر از خانه من و تو هست. یک خانه مال ما هست و یک خانه مال الله، محل سجده، محل عبادت، محل تلاوت و ذکر. حضور ما در خانه خدا برای ما شرفه، برای ما عزته، برای ما افتخاره که توفیق داشته باشیم خدا را با جماعت در صفهای مسلمانان بیستیم و خدا را سجده بکنیم. ورکعوا مع الراکعین که دستور الله تعالی است، همینی که ما بر رکوع کنندگان رکوع بکنیم، یعنی در صف نمازگزاران حضور پیدا بکنیم و الله تعالی را به نماز جماعت بندگی کنیم و ادا کنیم. در جمع بندگی را الله دوست داره، در صفای راست الله تعالی بندگی را دوست داره که الله بندگی بشود. استقامت یعنی همین که تا دم موت الله را بندگی بکنید، نماز مرتب بخونید، اهمیت قائل باشید برای نماز، زکات اموالتون را سالانه بدید، حج سرتون فرض ادا بکنید، روزه را مرتب هر سال بگیرید و عزیزان من از گناه و از منکرات پرهیز بکنید، حقوق مردم را رعایت کنید. استقامت که انسان تا زمانی که والدین مادر و پدر هستند خدمت اونها را بکنه، با اونها برای اونها احترام قائل باشه و افتخار بدانه خدمت والدین و مادر و پدر. فرزندانی هستند که شهادت دارن، به مادر و پدر ارزش قائلن، محبت میکنن، مال خرج میکنن، پول خرج میکنن. و یاد جوانی را بنده کردم که ثروتمند بود و من تعجب کردم که این جوان با این سن این ثروت داره، ثروتش را به من یاد کرد و تذکره کرد و بعد گفت که تمام این ثروت از خدمت به مادر پدر به دست آورده است و او مادر و پدر که پول لازم داشتند تمام پول در اختیار اونها گذاشته است. دعای نیک مادر و پدر و خدمت مادر و پدر گفت برای من مثل روشنه که من از این کانال به این ثروت رسیدم و به این دارایی رسیدم. سعادت دنیا داره برای فرزندان، سعادت آخرت داره که به والدین مادر و پدر رسیدگی بکنن، رسیدگی به همه خویشاوندان و صله رحمی، چیزی که تاکید قرآنه و تاکید شریعته و از اولی سخنان و تعلیم زیبای رحمت للعالمین برای مردم مکه بود. در اول نبوت آن حضرت به توحید، به نماز، به صدقات و به صله رحمی تاکید کردن و اخلاق آوردن، عمل کرد صحیح آوردن و اعتقاد درست برای مردم آوردن. لحظه صله رحمی مهمه و حقوق همسایه، حق همسایه بسیار بسیار مهمه و همه حقوق ناس ما توجه بکنیم و مردم اگر از ما حق میخواهند کوشش کنیم که حقشون تکمیل بدیم. دین مردم، قرض مردم را باید کاملا و صحیح و درست ادا کرد، بیشتر ادا کرد نه کمتر. و لحاظا این استقامت بر شریعت سروران گرامی در آن است
که همه گناه هایی که در ماه رمضان گفتم پرهیز کنی از گناه که روزه خراب نشه، غیبت هست، دروغ، تهمت، انواع گناه هست، چشم چرانیه و سوی استفاده از چشم، خیانت به الفاظ دیگه چشم و خیانت زبان و خیانت گوش و همه خیانت ها و همه گناه ها که به اعضای بدن انجام میگیرند و ما در رمضان ترک کردیم، سال دیگه هم اینا را ترک کنیم و برای عمر این گناه ها را ترک کنیم. این استقامت آنه که ما در تمام دستورات الهی و همه محرمات و ممنوعات شریعت اسلام پایبند باشیم، یعنی ما به دین پایبند باشیم، یعنی به اسلام پایبند باشیم، به سیره و سنت آن حضرت پایبند باشیم و ما گرفتار غفلت نشیم، کوتاهی نکنیم، سستی نکنیم، چرا که قبر در پیشه، حساب و کتاب در پیشه، زندگی پایدار نیست، منافع زندگی و استفاده های زندگی هم پایدار نیستند که ما به خاطر زندگی و منافع زندگی الله را ناراض کنیم، الله را نافرمانی بکنیم که ولی نعمت ماست و هرچه ما داریم از الله تعالی داریم. به خاطر منافع جزئی و منافع مادی ما خلاف حضرت رسول صلی الله علیه وسلم حرکت نکنیم و سیره طیبه و مبارکه آن حضرت را نادیده نگیریم، چرا که منافع ما کل منافع دنیا و کل دنیا منفعت جزئی هست تا برسه به منفعتهای خاص و لحظه نباید بر کل دنیا اگر دست ما بیفتد همه خلاف شر انجام بدیم و خلاف سنت آن حضرت را انجام بدیم، ارزش نداره. و لحظه ما پایبند دین باشیم، پایبند شریعت باشیم، استقامت کنیم، با الله باشیم، هر جا هستیم الله را ویل نکنیم، از خدا جدا نشیم، با شیطان همراه نشیم، با نفس همراه نشیم، بلکه با الله را داشته باشیم و با الله باشیم. هر جا هستید با الله باشید، هر جا هستید عزیزان من با تقوا باشید که حاصل روزه ماه رمضان تقوا است و پرهیزگاریه و این حاصل بزرگه، جنت مال پرهیزگارانه، رضامندی الله تعالی با پرهیزگارانه، سعادت دنیا و آخرت با پرهیزگاران، موفق توی دنیا، رقابت‌های دنیا و زندگی دنیا آدم پرهیزگاره و ما سعی بکنیم که با پرهیزگار باشیم تا انشاءالله صاحب وارث بهشت بشیم، رضامندی الله را کسب کنیم و خوشنودی خدا به دست ما با همین سروران گرامی پرهیزگاریه. ماه رمضان آمده بود برای اینکه سرمایه تقوا به دست ما بیفته و انشاءالله این سرمایه تقوا را من و شما داشته باشیم، استقامت کنیم بر پرهیزگاری، استقامت کنیم برای نگهداری پرهیزگاری و پرهیزگاری را حفظ کنیم، ایمانها را تقویت کنیم، اخلاقها و عادتها را نیک بگردانیم و عمل کرد را صحیح و درست بگردانیم، معاملات من را همه شرعی بگردانیم، معامله خلاف شرع انجام ندیم و عزیزان من حقوق همه انسانها را رعایت کنیم و با همه خوب باشیم و حق و حقوق همه را مراعات کنیم و با اخلاق خوش و اخلاق نیک با همه مردم، با پیشانی گشاد، چهره گشاد با مردم عرض کنم که عمل بکنیم و ظاهر و باطن من را یکی بگردانیم، خیانت داشته نباشیم، از شیوه نفاق پرهیز بکنیم و لحاظ عزیزان من استقامت بر شریعت و استقامت بر دین و این را الله فرموده است که آنانی که استقامت میکنند در راه خدا ربنا الله گفتن، به ایمان آوردن به الله و الله را به عنوان ربوبیت پذیرفتند و وحدانیت خدا را قبول کردند و بعد الله را بندگی کردند تا دم موت، فرشتگان نازل میشن وقت موت و اونها را مژده بهشت میدن،
خوشخبری بهشت میدن که بهشت از آن اونهاست. چه زیبا خوشخبری است عزیزان من. هیچ نعمت بالاتر از این مژده نیست که فرشتگان وقت موت به صاحبان استقامت الله من و شما را استقامت نصیب بکنه. شیطان خوشخبری میدن فرشتگان، از این خوشخبری از کردم چیزی بالاتر نیست و لہذا فرشتگان میگن یا یک قول الله میگه که ما همراه شماییم و در دنیا همراه شما بودیم و امروز که شما از خانه تون جدا میشید، از زن و بچه جدا میشید، نگران نباشید که ما با شما همراهیم. الله همراهه، فرشتگان رحمت همراهند و لہذا عمل صالح همراهه و مژده بهشت میدن به صاحبان استقامت. دنبال گناه نریم، گناه آلودگی است و گناه ما را از الله تعالی دور میکنه، به استقامت ما ضربه میزنه، به تقوای ما ضربه میزنه، دیانت ما را ضعیف میکنه، ایمان را ضربه میزنه و لہذا گناه و معصیت، حقوق الناس و حقوق الله پرهیز بکنید و ضایع نفرمایید. و یک نکته اینه، نکته دیگری آنه که همه ما وقتی که قرآن تلاوت میکنیم، وقتی احادیث حضرت رسول صلی الله علیه وسلم را ما میخوانیم، یک مأموریت سنگین و یک مأموریت عظیم در قرآن و حدیث برای خودمون میبینیم که او اصلاح جامعه، امر بالمعروف و نهی از منکر. یک وظیفه شرعیه. از اون چوپان و کشاورز و دامدار گرفته تا مغازه‌دار و تاجر گرفته تا علما و اندیشمندان و دانشگاهیان و ریشسفیدان و فرهنگیان گرفته تا همه طبقات گرفته، هیچ طبقه را الله استثنا نکرده. همه را فرموده کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف و تنهون عن المنکر و تؤمنون بالله. الله می فرمایند شما بهترین امت هستید، امت محمد رسول الله، حضرت رسول صلی الله علیه و سلم. این امت بهترین امته، همانطور که پیامبر ما صلی الله علیه و سلم افضل ترین رسوله، دین اسلام بهترین دینه و قرآن بهترین کتابه بین کتابها و کعبه بهترین قبله هاست که الله به ما دادان. ما را هم الله تعالی بهترین امت قرار داده. سروران گرامی، وظیفه ما آنه که ما باید جامعه را اصلاح کنیم، با گناه و منکرات و غفلت و مفاسد مبارزه بکنیم. البته مبارزه ما با چوب و چماق نیست، ولی اگر پدر با فرزندش چنان روبرو بشه و راه دیگر نبینه او چیزی دیگر است و لہذا قدرت در دست حکومت. اون مسئله مال حکومت که به زور وادار گناه را جلو بگیره، اما ما نه، ما با دلالت، با حکمت، با راهنمایی، با دلسوزی ما مردم اصلاح کنیم، یعنی به طاعت و معروفات و خیر وادار کنیم و از معصیت و گناه مردم جلوگیری بکنیم. این وظیفه همه هر کسی در حد توانش با این کار انجام بده. عالم سر منبر بره، خطبت بده، سخنرانی کنه، مردم گناه را رد کنه، مفاسد رد کنه، بر علیه گناه صحبت بکند و به کار خیر راهنمایی بکنه و عموم مردم به همون اندازه که الله به اونها توانایی داده با زبان خودشون مردم نصیحت کنند، راهنمایی بکنند. در مقابل گناه سکوت کردن جرم، جنایت. اگر کسی گناهی را ببینه و سکوت کنه. روایت آمده است که حضرت رسول صلی الله علیه وسلم صحابی را دیدن که به انگشتشون انگشتر طلا بود. آن حضرت این طلا را کشید، انگشتری را از دست او انداخت، پرتش کرد به زمین و گفت که چرا یکی از شما قصد بکنه
و آتش جهنم را در دست بکنه. طلا برای مردان حرامه، زنجیر طلا باشه، انگشتری طلا باشه یا هر چیزی که طلا استفاده بکنه برای مردان ممنوعه، برای زنان جایزه. لباس ابریشمی برای مردان ممنوعه، برای زنان جایزه. لحظه وقتی که این فرض کردن، کسی دیگه به او صحابی گفت که تو انگشتری طلات را جمع کن، دیگه استفاده بکن، توی دست نکن. گفت نه، چیزی را انگشتری را که آن حضرت انداخته من هرگز او را بر نمیدارم، بگذار بیفته، هر کسی میخواد ببره. و لحظه صحابه اینقدر فایبند بودن، این گناه یا حضرت گناهی را دید، این را تحمل نکرد، انگشتری را از دستی و خارج کرد و انداخت. صحابه کرام رضوان الله تعالی علیهم اجمعین آمده است در صفت صحابه که صحابه گناه را تحمل نمی کردن، تا گناه می دیدن طرفا نصیحت می کردن، طرفا دلالت می کردن، سکوت نمی کردن. سکوت خطرناکه. اگر ما با اهل گناه و اهل معصیت مجلس بکنیم و سخن بگیم و به قول خودمون محلی بلوچی خوشگپی بکنیم با اونها و با اونها بخوریم و بالاخره صحبت بکنیم، الله دلهای ما را و تغییر میده، الله نجات بدهد و گناه شدیدی بر سر ما وارد میشه. اگر ما با اهل گناه، اهل معصیت، اهل خلاف نشستیم، باید اونا را نصیحت کنیم، نصیحت پدرانه، نصیحت برادرانه، اگر بزرگترن نصیحت فرزندانه دلسوزه انجام بدیم. اما نسبت به گناه سکوت نکنیم. چرا امروز فساد آمه، گناه آمه، مشکلات آمه؟ برای اینکه نصیحت نیست. امروز بسیاری از فرزندان و جوانانند که الحمدلله اهل دینند، اینا خیلی زیادند، پایبندند، با تقوان. برای ما جامعه ما افتخارند این جوانان، اما هستن عده از جوانان که جمع میشن با هم و از چاخو و چاخو کشی صحبت. در همین رمضان قتل انجام گرفته توی زایدان و قتل الان زیاد شده. آمار قتل نشان میده که این نتیجه جرمه، نتیجه جنایت گناه انجام میگیره که قتل انجام میگیره. قتل زیاده، سرقت زیاده و بسیاری از گناهان جدید آمدن و دشمنان ما با ابزار و آلات جدید، با اینترنت و ماهواره در تلاشن که مردم، جوانان و زنان و مردان بلا تشبیه به گناه بکشند و فرهنگ اسلامی را میخوان خدشه‌دار بکنند و علیه فرهنگ اسلامی تبلیغات وسیع را انداختن. در چنان شرایطی بر همه لازمه که همه عزیزان وظیفه اسلامی و شرعی و وظیفه قرآنی را و حدیثی را انجام بدن که این وظیفه امر بالمعروف، نهی از منکر، اصلاح جامعه، هدایت جامعه. تنها جماعت تبلیغی کافی نیست، تنها سخنرانی جمعه و عید کافی نیست، تنها منبر کافی نیست، بلکه همه مردم، توده های مردم، زنان و مردان و جوانان همه همت کنند و این وظیفه را انجام بدن. ما اگر این وظیفه را انجام ندیم خطر عذاب تهدید میکنه. ما اگر این وظیفه را انجام ندیم خطر دشمنان تهدید میکنه. دشمنان ظالم و را الله به مسلمانان مسلط میکند. حدیث آمده است، این مطلب حدیثی که بیان اشاره میکنم و لحاظا ما این وظیفه را انجام بدیم. لقمان حکیم الله تعالی جمله اش را نقل میکنه که به فرزندش گفت ای فرزند گرامیم، نماز را برپا بدار. نماز حیاتی و مهم و عمل محوریه و نمازی که در زندگی تحول می آورد، نمازی که از گناه های کبیره و صغیره من میکنه و دیگه امر بالمعروف انجام بده و نهی از منکر انجام بدهد. عزیزان، مطلبی را خدمت شما اعلام میکنم انشاءالله و سخن و عرایزم هنوز ادامه داره و انشاءالله ما کوشش میکنیم که وقت اعلام شده انشاءالله نماز برگزار بکنیم
و ما امیدواریم که مردم عزیزم برسن. همون اعلام خدمت شما شده بود که اینجا امروز جمع‌آوری کمک برای دارالعلوم زاهدان و مدرسه‌ای که الحمدلله به دعای شما، به حمایت شما و دعای مخلصانه بنیانگذار دارالعلوم حضرت علامه مولانا عبدالعزیز رحمه الله تعالی، الحمدلله این دارالعلوم به فضل الهی رشد کرده و تبدیل شده است به امیدی برای مسلمانان و نه تنها مسلمانان استان سیستان و بلوچستان بلکه کل ایران و حتی برای کشورهای همجوار هم مایه خیر شده و از اینجا الحمدلله علم منتقل میشه در تمام زمینه ها. الحمدلله دارالعلوم زاهدان فعاله و هزینه‌اش هم خیلی سرسماور و بالاست و این 1500 نفر طالب العلم که شبان و روزی حدوداً غذای 2000 نفر اینجا میپزه، شب و روز و شام و نهار، و هم کنارش مدرسه حضرت عایشه صدیقه رضی الله تعالی عنها، مدرسه خواهران، هزینه بالای دارن، دیگه شعب دارن. این جهاد مالی هست برای شما در راه الله تعالی. شما با مالتون جهاد میکنید در راه پروردگار، دین خدا را تقویت میکنید، به تعلیم قرآن عظیم الشان کمک میکنید، به تعلیم دین کمک میکنید. آنانی که با قال الله و قال الرسول مشغولن طلاب علوم دینی، مخارج اونها را، کتابهای اونها، هزینه های اونها را فراهم میکنید. الله به مال و جان شما برکت عنایت بکنه و انشاءالله عمل باقی شما هست و ماندگار انشاءالله اجرش به شما جاریه، عمل صالح و مقبول. الله تعالی توفیق بده و مای پاک صدقه فطر و زکات و هر چه دادید محسوب میشه، حساب میشه، اشکال نداره. و صدقه فطر توصیه ما همونه که بالاترین قیمتا بدید، اجرش بیشتره. خرمای 135,000 و کشمش 112,000 و جو و گندم اینا برای اونایی که ندارن حول هاش بین 18,000 حساب کنند و انشالله این کمکا جمع‌آوری بکنید و با عزیزان همکاری بکنید. عزیزانی که توی خیابان هستن بیاین، صحنه ایدگاه جا زیاد داره و انشالله داخل بیاین که راهها بسته نشه، سر راهها صف نبندید. بعضی سر راه صف میبندن که زودتر بیرون برن. نه، مشکلی نیست اگر ما نیم ساعت 40 دقیقه بمانیم، بعد از نماز انشالله تا 40 دقیقه تمام صحنه اینجا خالی میشه، راه را باز کردن و انشالله ما این مطلب هم یادآوری میکنم. یاد و خاطره امام راحل را که این ایام وفات بنیانگذار جمهوری اسلامی هستند و گرامی می‌داریم و واقعا ملت ایران، مردم ایران و بسیاری از ملت‌های ضعیف دیگر دنیا که در مقابل مستکبران و جبابره قرار دارند یاد امام را همیشه دارند و فراموش نمی کنند. در ذهن ملت ایران میمانه خاطر ایشون، به خاطر انقلابی که اینجا به قیادت ایشون به فیروزی رسید و زحمت هایی که ایشون برای ملت ایران کشیدن و لحظه همیشه این رهبر بزرگوار و این شخصیت تاریخی را فراموش نمی کنند و همیشه یاد به خیر می کنند. توصیه های بنده دارم خدمت عرض کنم که شما مردم عزیز و توصیه آن از خدمت شما که به علم و دانش توجه کنید، به آموزش توجه کنید و اگر شما هزینه بکنید به فرزندانتون که برن دانشگاه ها درس بخونن، مدارس آموزش و پرورش درس بخونن، برن مدارس دینی درس بخونن، قرآن حفظ بکنن، علم شریعت بخونن، علمای ربانی شما نیاز دارید، تحصیل کردگان متعهد و دلسوز نیاز دارید
این بسیار عمل هم صالح است و عمل باقی مانده باقیات و صالحاتی که شما در این قسمت هزینه بکنید. حیاتی هست برای ما علم و دانش و فرزندانتون را نصیحت کنید و معلم بگیرید، کمکشون بکنید، رابطه با مدارس داشته باشید و اگر مدارس خوب خدمت نکنند بالاخره آموزش و پرورش در جریان بگذارید و گزارش اونها را بدید. اگر خوب کار میکنه حمایت کنید. این بسیار حیاتی و مهمه. علم و دانش مایه پیشرفت دنیا و آخرت است. ما هرچه پیشرفت در زمینه دینی داریم از علم و دانش داریم و ما هرچه پیشرفت در زمینه دنیوی داریم هم از علم و دانش داریم و لحاظا علم، آموزش، تعلیم نباید ما فراموش بکنیم. این را در سرلوحه برنامه هایتون قرار بدید و پدران مخصوصا الله تعالی به همه شما توفیق عنایت کند. توصیه ما به مسئولان امر و مدیران کشور آن است که اجرای عدالت بسیار حیاتی و مهمه. هیچ چیزی را الله تعالی دوست ندارن، حتی از نماز هم بیشتر و از عملهای شخصی بیشتر الله دوست داره عدالت تا و اجرای عدالت بسیار تاکید شده و مهمه. از ارکان مهم دین نزد ما و نزد برادران شیعه از اصول دینه، اصول اعتقادیه، مهم اجرای عدالت و عدالت میتواند امنیت پایدار بکنه و عدالت میتواند ملک را تثبیت بکنه، وحدت ملی را و امنیت ملی و پایدار را. عدالت خیلی مهمه و در اجرای عدالت همه ما ماموریم و همه ما مورد خطاب این دستور پروردگاریم که ان الله یأمر بالعدل والاحسان. همه ما در حیطه کارمون باید ما عدالت را رعایت کنیم با فرزندانمون، بین زن و بچه و دولت مردان، به همه ملت چون زیر چتر دولت قرار داره و حاکمیت قرار داره، عدالت گسترش بدن به همه ملت و تمام اقوام، تمام مذاهب و همه مردم ببینند و قانون را اجرا کنند. مهمترین نقطه قانون هست که قانون میثاق ملی ایرانیانه. همه ما با همین قانون میثاق بستیم که به این قانون عمل بکنیم. بله درودی بخونید. به قانون عمل بکنیم و لحاظا این قانون باید همه ایرانیان مراعات کنند و در رأس مجریان قانون، مسئولان امر باید این قانون مراعات کنند. مهم قانون، قانون که میثاق ملی هست، میتواند مایه تحکیم اخوت باشه، مایه ثبات مملکت باشد، مایه آرامش مردم باشه و لحاظا مراعات قانون را هم قانون گذاران و هم مجریان قانون و همه ملت هم همین قانون رعایت بکنه و لحاظا در قانون آزادی های که داده شده به مردم باید یه آزادی های قانون مراعات بشه. دولت و هم حاکمیت جلو بگیری بکنه از اعمال سریغه و از فشارهایی که بعضی جا وارد میشه، فشارهای مذهبی، فشارهایی که در آزادی های قانونی مردم وارد میشه. دولت باید مبارزه بکنه، حاکمیت باید مبارزه بکنه با این فشارها و با اعمال سریغه. مردم ایران هر جا هستند و دارای هر مذهب و گرایشی هستند، آزادی دارند برای برگزاری مراسمشون و آزادی دارند که دارای هر اعتقادی هستند، آزادند و لحاظا نباید بر اونها فشار وارد بشه. و ما برادران
اهل سنت که در شهرهای کلان، شهرها و شهرهای بزرگ آنجا سکونت میکنند و اقلیتاً توجه دولت را و حاکمیت را به اینها بیشتر جلب میکنیم که آسیب پذیریشون زیاده و حق قانونی که قانون به اونها آزادی داده است از اینها هیچ کسی سلب نکنه. قدرتمندان و آدمان زورمند، افراد توانا یا نهاد و ارگان آزادی اونها را سلب نکنه برخلاف قانون اساسی و توجه دولت، توجه حاکمیت را به این مسئله جلب میکنم که مورد توجه قرار بده. مردم شریف اهواز هم به هر حال ایرانی هستند و اینها باید مورد دید مسئولین قرار بگیرن، زیر نگاه مسئولین باشند. لحظه اینها به هر روشی که الله را بندگی میکنند اینها را ملاحظه بکنند که کسی برخلاف قانون اینها را آزادیشون را سلب نکند. مردم عزیز اهواز، آبادان، خرمشهر و کل استان اهواز که به هر حال در جنگ اینا خیلی کمک کردند، قربانی دادند و قربانی شدند در تجاوز بعثی های اون زمانه در جنگ 8 ساله. اینها باید بیشتر مورد توجه قرار بگیرن و ما توصیه میکنیم به همین که به هر حال مسائل مذهبی و اعتقادات و گرایش ها سبب نشه که حق و حقوق کسی ضایع بشه و به اینها باید توجه خاص مسئولان بلندپایه جمهوری اسلامی قرار بگیره و حق و حقوق اونها را مراعات کنند. و ما هم توصیه‌مون به همه آن است که هم حاکمیت حق برگردن ما داره و ما هم حق داریم و حقوق هم رعایت بشه و لحاظا با هیچ کسی که قصد خیانت داره ما دست به دست اونها ندیم و همینطور قانون نقض نکنیم که این میثاق ملیه و توجه میدیم مسئولان امر از روی دلسوزی و خیرخواهی به این که میثاقهای بین المللی که برای همه جهان هستند ما سعی بکنیم که به این میثاقها پایبند باشیم و تلاشمون آن باشه که به بهانه به دست هیچ کسی ندیم و گرچه از حق و حقوقمون توصیه منانه هم و انتظار اینه که از حقوق حق ملت ایران دفاع بشه. با این حال همه باید کشور اسلامی و همه مسلمانان باید توجه داشته باشند که امروز تفرقه که دشمنان اسلام ایجاد کردن بین مسلمانان و در برنامهشون اختلاف دولت ها هست و اختلاف مذاهب و اختلاف قومیت ها و از هر اونها فرصتی سوء استفاده میکنن برای اختلاف و تفرقه، از اختلاف و تفرقه دوری بشه. باید کشور اسلامی و دولت های مسلمان کنار هم بشینن و مسائل هایشون را با گفتمان حل بکنن، در مقابل یکدیگر موضع نگیرن، مسلمانان یکدیگر را تهدید نکنن، مسلمانان با دشمنان اسلام، با اسرائیل غاصب و با دیگر قدرت ها مانند امریکا و غیره که میخواهند مسلمانان اینجا به منافع مسلمانان دست حاصل بکنند و تسلط حاصل بکنند و با اینها همراه نشن مسلمانان استقلال خودشون حفظ بکنند و از خود رشد بیشتری نشان بدهند و در کنار یک دیگه باشند و با گفتمان و مذاکره مسائل مسلمانان را حل کنند، منافع اسلام تامین بکنند و منافع خودشون در وحدت هست و تنش بالا رفته توی منطقه و تنش به نفع جهان اسلام نیست و مسلمان. آخری صحبتی هست که به هر حال این مسئله در رابطه با عید بنده توضیح بدم که ما ابتدا که روزه گرفتیم
به خاطر آنکه چند نفر در چابهار ما را دیده بودند، شهادت دادند. مولانا عبدالرحمن حفظه الله که هم از لحاظ علمی شخصیتی هست، هم از لحاظ تقوا مورد اعتماده. به هر حال ما روزه را گرفتیم، برای شهادت ماه مبارک رمضان بود. ثبوت رمضان و ابتدای رمضان شرایطش اونقدر سنگین نیست، چرا که داعیه موجود نیست که کسی خلاف بگه، کسی دروغ بگه، و لحاظا بر اون اساس غروب دوشنبه و شب سیوم بود که توصیه شده بود برای ما تلاش کنید و تلاش هم در حد وسیع صورت گرفت. اما دو نکته را فراموش نکنید. یک نکته آن که شب صبح 28 ماه دیده شده بود، ما را دیدن و ماه بوده، ضعیف بوده، ولی ماه دیده شده. بعد از نماز صبح مردم ماه را مشاهده کردن. 28 که ماه را مشاهده بکنند، بالاخره یک شب ما غایب بشه و دوم رویت بشه، این از لحاظ عرف و عادت خیلی سخته. یک نکته. نکته دوم، اونهایی که به هر حال محاسبات علمی داشتن، اونها هم پیش بینی همین شد که ما همه یک دو دقیقه پس از غروب میکنه و ما اونا گفته قابل رویت نیست. این قرینه دوم. در چنان شرایطی که این پیش بینی ها باشه، عرف هم باشه، وظیفه ما آنه که خیلی ما بررسی دقیق بکنیم. ما دقت کردیم این علما، هیئتی از علما توی مسجد مکی معتکف بودن، ماشاءالله هیئت نشسته تا ساعت 3 شب ما نشستیم. آقا گفتن فلان گوشه دیده شده، کسی تماس گرفته شده، با اونا صحبت شده است. گفته 8 نفر دیده، آخر که رفتن به 1 نفر انجامیده است. شایعات همه درست کرده. فلانه جا دیدن، فلانه جا دیدن، که دیده فلانه جا، همه حرف شایعات بوده. شاهدایی که ما به دست آوردیم بسیار محدود و بعضی علامات که بیان می کردن خب مشخص بود. بعضی را گفتن که آقا شما سوگند میخورید که ما را دیدی؟ گفتن نه، ما سوگند نمیخوریم. خب الان که بنده در خدمت شما هستم، اگر شما را سوگند بخورید که شما من دیدید، شما شک ندارید من دیدید، من شما را دیدم. ولی بعضی که گفتن آقا شما ما را دیدید، شما انقدر دیدید که اگر شما را بگن سوگند بخورید جرأت میکنی؟ گفت نه. بعضی گفتن ما دیدیم ولی شهادت نمیدیم، چرا که ما خیلی ضعیف بوده. و من اینجا به شما به صراحت هم اعلام میکنم که ما غروب دوشنبه دیده نشده است. هر کسی بگه که دیده شده اشتباه میگه. شاهد در حد شریعت نبوده، جمعی میخواهد که ما را ببینن، نه 1 2 نفر و 3 نفر از جای فراکنده و یا چند نفری از جای فراکنده. به این مسئله تخصصیه. این با ماهواره نیست که ماهواره شما را بگه ایده در فلان کشور ایده و شما عید بکنید، یا شما را یک شخصی بگه که آقا دیدم ما را ایده. نه، این تخصص. چرا؟ من ای صحبتم همینه برای بازه که ما وقتی در تخصص فیزیکان حق دخالت نداریم. فیزیک خودش میدانه، هر کسی تخصصی داره. مهندس عمرانه، ما در تخصص اون نمیتونیم دخالت بکنیم چون که او درسی خوانده. ولی چرا در تخصص علما دخالت بشه؟ عده بیاین و بالاخره با تبلیغات وسیع علیه علما که اینها به خاطر رحلت امام خمینی. بابا ما از لحاظ اعتقادات مذهبی امام چندی سال قبل رحلت کرده، ما به سالگرد اعتقاد نداریم. اصلا ما سالگرد نداریم. این برادر عزیزان شیعه ما دارن ولی ما نداریم سالگردی که ما بگیم که روز عزای یا دولت از ما خواسته باشه. نه، این آزادی مذهبیه. تا حالا نه از بنده کسی خواسته تا حالا که امام خمینی ارتحال کرده روز مثلا سه‌شنبه شما رعایت کنید، و یا یکی از مسئولین استاندار امام جمعه محترم و نماینده ولی فقیه یا ارگان به ما نگفته که شما کی عید میکنید یا نمیکنید. هیچ از من نپرسیدن.
لحاظا ما پایبند مسائل فقهی، ما با دوستان گفتیم که ما باید راست بریم، ما نه تحت تاثیر تبلیغات مردم قرار بگیریم و نه تحت تاثیرات کسان دیگر قرار بگیریم. بالاخره نه دولت و نه ملت، شریعت اسلام، قانون اسلام هرچی که قانونه، همین قانون ہمارا هم قانون اساسی آزادی داده ہمارا، همین قانونی که اللہ صحبتش است. لہذا از روز سهشنبه 30 رمضان بود و رمضان گاه 29 روزه و گاه 30 روزه. همیشه رمضان 29 روز نیست، همیشه 30 روز هم نیست، گاه 29 گاه 30. این سخن خود رحمت للعالمین و حضرت رسول صلی الله علیه وسلم که فرمودن الشهر هکذا هکذا، شهر یعنی 29 روز، ما و 30 روزه. شما کسانی که روزه گرفتید مبارکتونه، در دلتون شک و شکوک راه ندید. گمان بد هیچ کسی نبره که گمان بد گناهه. گناه استغفار کنن کسانی که گمان بردن که علما ملاحظه سالگرد امام کردن، علما ملاحظه دولت کردن، نه، بلکه علما ملاحظه باید شریعت بکنن و تقوا در همینه و مشورت شده با علما و شاهدایی که شاهدی دارن در حد نبودن که ما بالاخره جرأت کنیم و اطمینان حاصل بکنیم. مشورت گرفته شده با علما و لحاظا این نظر داده شده که ما 30 رمضان هم روزه بگیریم. انشالله مبارکتون قبول بشه و هر کسی که 30 رمضان روزه را خورده است، روز شنبه یک روز قضایی بیاره، انشالله یک قضایی حتما بگیره که این قضایی برگردن دوستان است. ما نمیتونیم که ما راه بیفتیم به اینجا کجا عید کردن و کدوم دولت عید کرده. اگر این طوره که ما از اولی طور نبودیم، هم زمان حضرت مولانا عبدالعزیز هم این طور نبوده و اگر ما بخواهیم چنان کار انجام بدیم دیگه آینده باید برای ماه نگاه نکنیم، نگاه کنیم که کدوم ماهواره میگه که آقا شما عیده یا کدوم دولت میگه، ما چرا ماه را نگاه بکنیم؟ ما بر اساس رویت خودمون انشالله عید میکنیم و بر اساس رویت خودمون روزه میگیریم. الله تعالی به همه شما توفیق عنایت کنه، موفق بداره و جا داره که صفحه را بگیری صفحهتون که نماز برگزار میکنیم و جا داره که تشکر کنم بنده هم از شهرداری مرکز شهردار محترم مشار و هم از شهرداری منطقه 2 و جمیع کسانی که راه را باز کردن، اینجا ایدگاه را غلطک زدند و آبپاشی کردند، کسانی که اینجا خط کشی کردند و صوت تنظیم کردند، به هر نوع عزیزان انتظامات، همه کسانی که در برگزاری این نماز ما را همکاری کردند، عزیزان انتظامی ما و عزیزان امنیتی، از همه کسانی که کمک کردند ما شکر گزاریم. الله تعالی توفیق عنایت کند، صفحتون منظم بکنید، فرجه ها را فور کنید، نماز برگزار میشه.